وصیت 43، دعا دور کننده غم و رهایی از قرض. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز به مسجد در آمد و ناگه مرد از انصار که نامش ابو امامه بود نشسته دید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای ابو امامه، چی سبب است که من تو را در غیر وقت نماز در مسجد نشسته می بینم؟ ابو امامه رضی الله تعالی عنه گفت: به سبب غم و اندوه و قرضداریم ای پیغمبر خدا. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا کلامی را تعلیمت بدهم چون آن را بخوانی خداوند غمت را برطرف و قرضت را ادا نماید؟ بگو: هر صبح و شام بار خدایا، من به تو پناه میبرم از اندوه و غم، پناه میبرم به تو از عاجزی و تنبلی، من پناه میبرم به تو از ترسویی و بخیلی، من پناه میبرم به تو از گرانی قرض و قهر مردان. ابو امامه رضی الله تعالی عنه میگوید: این دعاها را خواندم، الله عز و جل غمم را دور و از قرض رهایم داد. روایت ابو داود.